روزگاری در یکی از روستاهای دورافتاده مردی به نام عبدالله زندگی می‌کرد. عبدالله کشاورز ساده‌ای بود که زمین‌های کوچک خود را شخم می‌زد و محصولاتی چون گندم و جو می‌کاشت. او زندگی فقیرانه‌ای داشت، اما دلش به خداوند و روزی که از او می‌رسید راضی بود. یک روز در فصل برداشت محصول عبدالله متوجه شد که مقدار گندم‌هایی که برداشت کرده بود کمتر از انتظارش است. به خصوص که یکی از همسایه‌ها که وضعیت مالی خوبی نداشت به او خبر داد که خانواده‌اش گرسنه هستند. عبدالله تصمیم گرفت که از گندم‌های خود سهمی به همسایه بدهد. او با دل باز مقدار زیادی از محصول خود را به خانه همسایه برد. همسایه با تعجب از او پرسید: چرا اینقدر لطف می‌کنی؟ تو خودت هم نیاز داری؟ عبدالله لبخندی زد و گفت: خداوند برکت می‌دهد. من تنها باید در راه خدا قدم بردارم. چند روز بعد عبدالله متوجه شد که زمین‌هایش دوباره سرسبز و پربار شده‌اند. باران به موقع آمده بود و محصولاتی که برداشت کرده بود بیشتر از هر سال بود. عبدالله فهمید که صدقه‌ای که به همسایه داده بود نه تنها در دل او برکت آورد، بلکه در زمین‌هایش نیز تأثیر گذاشته بود. چون خداوند در هر چیزی که از دست ما می رود برکتی می نهد که نمی توانیم آن را با چشم ببینیم، اما می توانیم اثر آن را در زندگی خود احساس کنیم.